اینجا هم در بخارا هم خانه فیض الله خوجه است که باید به جای امیر عالم خان امیر بخارا میشد که امیر بخارا عالم خان رفت در افغانستان در سال 1944 اونجا در افغانستان وفات کرد. وقتی که اینجا را روسا گرفتن. این خانه کی خوجه است گفتین؟ فیض الله خوجه. خانه فیض الله خوجه است و جای تاریخی است که در بخارا از آخرین امیرهای بخارا این جای نگهداری شده. میذارم خدمتتان تقدیم میکنم. امروز ما این پیکر خودش یعنی این مجسمه فیض الله خوجه است. بعد رفتن امیر عالم خان شده. این سیوز مقرر کرد اینجا. سیوز بعد از سیوز این میشه. 1920 سال با سیوز میبود. نه. امی تاریخ است که 1920 که تزار اینجا را گرفت. امیر عالم خان از اینجا رفت و امی فیض الله خوجه به عنوان دست نشانده اتحاد شوروی نه به فکرم تزار او وقت اینجا 1896 تولد دیده 1938 سال مرده وقتی یوسف استالین در 1920 استالین قتل میکنه. بازیرم استالین کشت. در زمان لنین اینجا مقرر شد و در زمان استالین یا کشت. این در روز در اومد این حول درون به درون حول داره. فیض الله خوجه این اولین دست نشانده کرملین یا سرمایه‌دار که در زمان لنین اینجا مقرر شده در 1920 که باشه. یعنی 2 سال بعد از حاکمیت اتحاد حاکمیت بلشویک‌ها در روسیه اینجا را خود تزار اول گرفته بود ولی در زمان تزار هم هنوز امیر عالم خان بود. امیر عالم خان باز افغانستان فرار کرد رفت در جنگ‌های تاجیکستان اونجا بسیار وقت جنگیدن ناکام شدن. یعنی خانه فیض الله خوجه است اولین حاکمی شوروی در ازبکستان که واقعا دیدنی است. میگن امسا پولدار بود. با استالین آدمه به قدرت که رسید آدم استالین کشت و کسی دیگر جانشینی ازی کرد. جاهای تاریخی است و یعنی این حکی نوروز ما را اینجا آورده. بسیار یک آدم شریف است، بسیار آدم نیک است. ما شب پیش از این مهمان بودم. ما را اینجا آوردن وعده داده که من امروز تمامی همین آثار تاریخی بخارا را برات نشان میدم. بسیار تشکر. اینه ایرم در زمان همون گازی یا خرابه های گازی که فیض الله خوجه از او استفاده میکرد. این حوض آب، این چای آب که قدق میگن و در زبان از اینا ما هم در زبان ما هم در قره ما قدق میگن چاره که ادما کلمه ازبکی است. چای آب. این شما هم خیلی ما رو بگیرین. این ویدیو رفته شد. شما اینجا آمدن برای دیدن چی ندیده بودین پیش؟ برگشتن بچه گرفتم خاننده شما این خورا ها؟ نام داد؟ ما افغانستان هستیم دیگه جو زندگی بکنیم ما افغانستان کجا شد؟ ما از بدخشان افغانستان از فیض‌آباد تاجیک ما هم داریم باچه ما هم فولادی تاجیک شما استودنت؟ چی کار میکنید؟ دست معلمی؟ یک معلم چند آیلیک میگیره در اینجا در تاجیکستان؟ در ازبکستان دلار بگم؟ نه در دلار بگوید 500 تا 2000 500 تا 2000 از 500 تا 1000 200
300 هم هست. خیلی یکم که سر میگیری کمه بعد بعد بالا میری ممکن در یونیورسیتی یا در دانشگاه اگر یک کس درس بود استاد دانشگاه ممکن 1000 1500 1000 هم بالا سر میشه. 800 1000 بشه. پروفسور اینا همراه شما هستند استودنت را بوده خواننده مکتب. نه فهمیدم خواننده موزیک یا خواننده مکتب عادی مکتب. خیلی استودنت اینا رو نشان میدین اینجا نه بسیار خوب بسیار خیر احمد کلام ولی بدون دارم نگاه چی هست برای دیدن نمیدونم منم یکم برام. اینجا اگه چی هست صفحه برای دیدن اینجا اگه چی هست برای دیدن ندیدم دون اصلا ها صحبت با مهمانان سلام. 30,000 در اومدن 30,000 مایلی میتیم پرابلم نیست میداریم میتیم خیر واسطتون با میدارید مایلی ندارید 30,000 اینه یک کس یک نفر ایسی من نمیدارم شما خودتون دارم ببرید من دارم بگیم من میتونم میخیش فرق کنم یک داتا دیگه میتونم بس های قضیه ما مهمان چی شما تمام دیگه این بچه چوبه این حول درونی این رفته است ها رفته است هم راستی رفته است این حول درونی این حولی درون فیض الله خواجه این نقشش واقعا جای دیدنی و تاریخی است یعنی اینجا نمایش جریان داره یعنی از اینا دیدن میکنید چقدر خوب این صورت اینا میگید این اینجا نمایش لباس هست لباس های دیگه خانه یعنی خانه های تو همون زمانشون ماشاءالله یعنی زمان زندگی پدری ما رو به یاد ما آورد واقعا دیدنی است این نمیخست ما یک زندگی داشتیم انا من پدری ما بقى زمیندار بود نسبة اوش بكذا كده ما هزی داشتیم پدرم اوش مو بعكم بخربة انا يم بابا یعنی ما ایره گوش که واکن یعنی مانتو میپختگی مانتو دیگه مانتو. انا همش میسبه انا زمان کباب سیخ کباب میکردم یعنی ما برام دیگچه چی بگیم؟ دیگه میسی نیست یعنی خاص کلام دیگه میس این مایده دیگه میسنه همه چیزاش واقعا یعنی ما فرهنگ زندگی که در وقت شما داشتیم فرهنگ بایگری یعنی عین چیز است تمام وسایل در وقت داشتیم اینی که همون خاطرات زندگی ما اینجا یک تمدنی بوده انا من یعنی منگی ایره ما در فارسی ما منگی برش میگیم در پشتو چاتر هم برش میگن منگی هم میگن انا من فایز خوجه انا منو شتگی نو بسیار اینه بوی بدگی انا من عین خداشان این هر کس این که مردم کوچه این خیلی چیزا نمیخورد این همون فیض الله خوجه در این نام میخورد همونطور در چیزی استالفی ما و شما که میگیم مردمی عادی از این ظروف نداشتن اینا رو به این عنوان بخارا ارک حاضر ما میرفتگی میرفتگی جمع حاضر میرفتگی جمع حاضر همینجا میریم حاضر ارگ بخارا است ارک بخارا این هم تاریخچه عزیز تاریخ انا تاریخ با نقشش هست همونطور این مقصای این قصاب گوشت فروخته است بالکل قصابی ها در این وقت گوشت فروخته این تربوز خربزه اینم جواز است این میدانه چی نه جواز جواز گوپا میزنم در این جواز که هنوز هم در جای ما یکان تا کم کم مونده که روغن زیر از این برداشته میشه این واقعا این حول درون این حولی در میناش این این قصری فیض الله خوجه را که این هم همین این فیض خوجه هم دو تا سه زن داشتگی یک زن این سین یک زن سون هم تو هم فیض الله خوجه 3 زن یا 4 زن داشته در اون زمان یعنی
قبول کنم با ثروت زیاد وقتی سالم برم این حجره جهاد از اینکه امی این حجره این دارید کرم این حجره اینا خانه درسی و نمازخانه فیض الله خوجا مناجت که مسلمان بوده و صندوق نماز میخونده اگرچندی که با حزب سوسیالیست در زمان این پیوسته خودی فضل خود جاهله اینه این فامیل خانوادهش اینه یه عکسی که میبینیم جالب است جالب است فضل خود جاه این فیض الله خوجا است نه؟ نه نه گسون. پسرش یا این گسان اینه داخل پسرشون پسرش اینه داخل ممکن زوجهاش و پسرش دختراش این پرده های او زمان بخارا را شما ببینید نه این دیگه هم تو این خود ما ها نه این خودمون ملی بخوره بسیار جالب است این فضل خود جاه اونش کردی اونش مادرشون مادرش یعنی مادرشون هیله مادرشون هیله مادرشون این خودشون الله صلاح بستگی تو پیش کرده جالب است که آدمی بوده که جای ریل قرآن خواندن مونده اینجا یا درس میخواندن عبادت میکردن جای نمازش همه چیزش هست رفته سوید و؟ رفته شد رفته واقعا کم سیاحت کاره. یک روزه ما در بخارا دیدنی است و بسیار ارزشمند است و اکی نوروز بسیار زیاد افتخار بخشنده اکی نوروز هم بسیار جهان دیده است یکی نوروز که جمعه عکس برداری میکنه دانمارک رفته جرمنی رفته در دانمارک بسیار وقت کار کرده اونجا سرآشپز و چین رفته دیگه تمام شهرهای دنیا را گشتگی است پولند تو اسپان در پولند زیاد زندگی کرده اینجا را خانم‌ها تیاری میگیرن برای یک نمایش لباس نمیدونم اینجا در آمدن میمونه نمیمونه میمونه اینو برون داشتی شما دارید خوش باشین اینه چقدر مردم شریف است چقدر مردمی با اخلاق است اون فکرشته میده اینه کفشون خود باید اینجاش دارید بکشیم اینجا بدراییم این پای جوانا یا صورت بگیریم خط شما تاجیکستان نه ما افغانستان یعنی جوانای بخاراست یعنی چقدر جوانای پاک صاف طبیعی نه ماشاءالله ماشاءالله یعنی اینام دخترای بخارا این همجا به خودشون زندگی میکرده گینا اینجا جای خودشون ولی با ما قسمی صادقی همون خیلی سابق نگاه کردگی اینجا میشینین یا همین برای دیدن هایی یا زندگی برای اوقات میخورین نه توریست میبیون توریست میبیون دیگه جایی آمده شده موی ملیچه سما پشته بعد نمایش میکنین نمایش میگن عکسشون اکی روز اکی نوروز برای ما افتخار بخشیده جاهای را نشان داد یعنی اینجا است که جا توریستان میاین میشینن و اینجا نمایش لباس و چیزهای ملی ازبکستان داده میشود تمام این آثار یعنی از قرن 19 است دیگه از قرن 20 است 19 از قرن 20 دیگه تا آخر قرن 20 همطور این آثار است که از 19 20 شروع میشود و اینا واقعا آثار تاریخی و دیدنی است بلندش بگید به شما ببینین اینا در جای ما این چوب اینا و کندکاری چوب آوش میگن آوش کاری که در بخارا قدیم رواج بوده وسه میگن شما در بخارا چی میگن؟ وسه میگن وسه ما آوش میگیم آوش آوش کاری که وسه کندکاری کده کندکاری چیزی هنری است آواشکاری یادم میاد که در جای ما در اینا همش دست بکشیدگی دست با اینجا با همش دست کندکاری میگن کندکاری تمام این آثاری که از در اینجا این با دست چی شده ساخته شده این خلطه به ما هر وقت که اینجا میایم افتخار میکنم یک استدلال برای میشه که تمدن اسلامی رو این با هم پیشرفتش با همی ترقیش
هیچ ضرری نه به یهود رسانده نه به نصارا رسانده. امرای بخارا اگر سری مردم خود مقام دفع ظلم میکردن ولی سری اجانب، سری ادیان دیگه، سری ملت‌های دیگه، شما در بخارا بیاین 20 چند ملت اینجا، چچنی، اوکراینی، یهود، نصارا، مسلمان، باز در اسلام مذاهب مختلف، مردم مختلف، یعنی 20 چند زبان تن اینجا و چندین نژاد اینجا مردم زندگی میکنن تا همون رسول. هم میشه هم سال وای مونده. یعنی همه از اینا از همون قرن 20 حتی قرن 19 است بسیاری از این آثار. هم تو. کشم. آها ایرا بکش.